مصر آشوب شد، به خاطر اینکه اونجا آشوب شد، به خاطر رؤیت این نشانه تکبیر بگید، تکبیر بگید. بابا ما در قرب زونیم عزیزا. من که نمیگم از من تقلید کنید، ولی من برای خودم میگم، به شخص من شب و روز من روایت دارید ببینید، غیر از روایت نشون نمیدم. روایت بخونید میفهمید، واضحه دیگه. 2 سال برنامه دنبال کرده باشید قطعا متوجه شدید که حوادث رو روایات بیان کردن که کجا؟ سوریه و تمام اطراف سوریه مهمه. داریم میبینیم الان چه خبر سوریه دیگه. 10-12 سال این اتفاقات افتاده. الان هم کاملا تقابل شرق و غربی که روایت گفتن داریم میبینیم دیگه. شرق با غرب. جالبه ایران، روسیه، چین همه با هم، یعنی دقیقا شرق با هم شده در مقابل غرب. خیلی واضحه اینها و این تقابل ها الان در خاک سوریه است. روایت میگه کامل میاد تو خاک سوریه. چرا ما نباید امیدوار باشیم؟ از امیدواری هم باید رد کنیم قضیه. لحظه شماری کنید، چشماتون باز باشه عزیزان دل. همینه. خیلی میگن بابا این حرفا چیه؟ حرفا چی؟ امام میاد علائم رخ میده، اینا کاملا غافل، غرق در دنیا. همون موقع هم که سفیانی واقعی خروج میکنه، خراسانی میاد، اینا اخبار رو فقط نگاه میکنن، نمیدونن این همون خراسانی بزرگه، این همون یمانی بزرگه، این همون سفیانی لعینه، نمیدونن. همون موقع من عبدالرسمی برنامه میرم، اینا رو نشون میدم، میگه با حرفا چیه؟ امام زمان الان نمیاد، اینجوری نیست. روایت علایم سخته. مگه تو خوندی؟ اینا رو بود کنار هم قرار بدید. من کارم 2 سال و نیمه داریم این کار رو میکنیم. از این واضح‌تر خیلی شفاف و واضح، به شرطی که کنار هم قرار بگیرن. غفلت یعنی این، غفلت نکنید.